مقامات حفظ حقوق شهر سانت پتربورگ روسیه یک جوانزن 30 ساله از تاجیکستان را که دو پسر 6 و 8 ساله او با پنجه و انگشتان سوخته به کودکستان آمده بودند بازداشت کرد. بنا به اطلاع پایگاه محلی خبری فانتانکا، به ضد این زن بر اساس ماده 116 کودکس جنایتی روسیه با اتهام لطوکوب فرزندانش پرونده جنایتی گشوده جوانزن را فعلا بازداشت کرده و در تفقیفگاه محکم کردند. در مدت 3 روز تفتیشات باید به دادگاه جهت به حبس پیشکی گرفتن این زن یا شرطاً آزاد کردنش مراجعت کند. روز 7 دکبر به پلیس درباره این زن مدیر یک کودکستان واقع در نویه کیروف در سانت پتربورگ عریضه نوشته است. مدیر کودکستان از قبل مربیه خبر داده است که در پنجه و انگشتان دو کودک آثار سوختار دیده است و این کودکان گفتند که دستان آنها را مادر خودشان در کمفورکه گاز سوزانیده است. پلیس به منزل این زن 30 ساله آمد. کودکان را با ماشین یوری تاجیلی به بیمارخانه بردند. طبیبان در انگشتان آنها آثار سوختار را تشخیص کرده هر دو را در بیمارخانه بستری کردند. این زن گفته است که با مقصد تربیه انگشتان دستان کودکانشان را یک مدت در روی کمفورکه سوزانیده نگاه داشته است. او را روز اول بعد بازپرسی جواب دادند، ولی روز 8 دکبر در پی باز کردن پرونده جنایتی بازداشتش کردند. بنا به اطلاع دریافتی سامانه فانتانکا، این جوانزن تاجیک همراه فرزندانش از سال 2019 در پتربورگ زندگی میکند و ثبت نام قانونی دارد. از سمکش گم شدن یک مقدار پول را فهمیده پسرانش را که یکی 6 و دومیش 8 سال دارند استنتاق کرده است. آنها اعتراف کردند که پول را گرفته بودند ولی بعد گم کردند. معلوم نیست که سخن درباره چند روبل می رود، ولی این زن آن روز کودکانش را تسمه شب کرده است. روز بعد این زن فهمیده است که کودکانش یک مقدار پولی از سمکه او دزدیده‌اش را در مغازه خرید کردند و قسم باقی مانده پول را پسر کلانی او به یک دختر همسنفش داده است. زن تاجیکستانی که در روسیه با عذاب و مشقت زیاد پول کار میکند از این به خشم آمده دستان کودکانش را در روی کمفورکه سوزان نگاه داشته است. او در بازپرسی گفته است که میخواست با این کار ادب فرزندانش را بدهد و آنها بفهمند که دزدی کار خوب نیست. این زن در اولین بازپرسی گناهش را اعتراف کرد. گفته است که از کار کردهش سخت پشیمان است. او گفته است که نیت بد نداشت، بلکه میخواست فرزندانش را برای درست هدایت کند تا که آدمان بد نشوند. ماده 116 کودکس جنایتی روسیه برای لطوکوب یا صادر نمودن حرکت دیگر زوروری که درد جسمانی رسانیدن ولی باعث عاقبت‌های جدی نشدن، همچون جزا از 360 ساعت کارهای حتمی یا کارهای اصلاحی به مدت 1 سال یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال یا تا 6 ماه حبس و یا تا 2 سال حکم زندان را مقرر کرده است. در مورد جوانزن تاجیک با در نظر داشتیم 2 فرزند خردسال داشتنش شاید کارتو به حکم زندان نکشد، ولی بازداشت او و شروع پرونده برای یک مدت معین او را از فرزندانش جدا می کند.